سرخط خبرها در دوشنبه گفتند که چرا تخم گران شد. قرغیزستان با پروازهای دوشنبه ارومچی طریق حریم هواییش اجازت نداده است و تاجیکستان گفت واردات ارد و گندم را کم می کند. سلام، با برنامه نویدی وامدادی خوش آمدید. امروز 3 فوریه است. با گذشت 3 ماه از افزایش بی‌سابقه نرخ تخم مرغ در تاجیکستان، مسئولان کمیته بخطری عضوقواری سبب آن را به کشتن مرغ‌های زیاد پیوند دادند. پیشتر نمایندگان وزارت کشاورزی سبب را گرانی نرخ خوراک پرنده گفته بودند. محمد سعید فیض‌الله‌زاده، رئیس کمیته بخطری عضوقواری تاجیکستان، روز 2 فوریه گفت افزایش تولیدات گوشت مرغ در سال گذشته باعث به گرانی نرخ تخم در بازارهای کشور گشت. اما وی تعداد مرغ‌های کشته شده را نگفت. در پی افزایش نظارت نرخ تخم مرغ، تاجران تلفات زیادی مرغ‌ها را دلیل می‌آوردند. مسئولان کمیته بخطری عضوقواری چنین ادعا را به اساس خوانده گفتند تلفات میان چوجه‌های تا 7 روزه ثبت شد و آن هم در سردی‌های هفته‌های اخیر. در حال حاضر یک دانه تخم مرغ در بازار و دکان‌های تاجیکستان تا 2 سومونی است. قبلا یک دانه آن از 80 درم تا 1 سومونی و 10 درم بود. سخنگوی авиация گراجدانی قرغیزستان ایرینا بولبوت گفت کشورش هنوز اجازت نداده است که در مسیر پرواز دوشنبه ارومچی از حریم هواییش استفاده شود. بولبوت در صحبت با رادیو سوابودا گفته است جانب تاجیکستان برای استفاده حریم هوایی قرغیزستان از 8 فوریه تا 21 مارس امسال درخواست فرستاده است، ولی هنوز پاسخ داده نشده است و در حال بررسی می باشد. این در حالی است که عبدالقاسم ولیف، مدیر عمومی شرکت سامانه، روز 1 فوریه در نشست خبری گفته بود پروازها در سمت دوشنبه ارومچی هفته 2 بار انجام می شود. دلشاد سفرزاده، رهبر اژانسی авиация شهروندی، در نشست گفت یکی از مسائل مهم که حل خود را نیافته ایستاده است این کشادن خط ایروناویگاسیونی بین تاجیکستان و چین می باشد که بنابر سبب نبودن راه هوایی شرکت‌های هواپیمایی دو کشور همسایه پروازها را توسط فضای هوایی قرغیزستان اجرا می‌نمایند. مسئولین ناحیه جبور رسول و تاجیکستان که چند دهه آن با قرغیزستان هم مرز است میگویند حال و وضع و مناسبت با همسایه‌های قرغیزستان خوب است، اما شهروندان دو جانب همانا اجازه ربوع به حدود همدیگر را ندارند. این منطقه هم ماه سپتامبر شاهد درگیری میان دو جانب شده بود. مقامات تلاش داشتند که تا به بعضی قاعده شکنی ها هم گذشت کنند تا مناسبت ها را دوستانه نگاه دارند و از مناقشه پیشگیری کنند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. 6 سر اسبی که از قرغیزستان به ناحیه جبور رسول تاجیکستان درآمدند به صاحبانش بازگردانیده شدند. مقامات انتظامی این ناحیه گفتند این واقعه نه حجت‌گذاری شد و نه رسانه‌ای. روز 1 فوریه در نشست خبری مسئولان این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که مالکان چاروای مرز را عبور کرده از شهر اسفنه ناحیه لیلک قرغیزستان بودند. مثلا که 6 سر چاروای مثال اسبی که مثال از حدود جمهوری قرغیزستان از مرز دولتی مثال به طرف جمهوری تاجیکستان وارد شده بود، گروه کاری برآمده ما گروه فرماندهی уже برگردونده دادیم به یگان معما به یگان وای سال حجت گذاری دید طریقی مثال دوستانه و همدیگر فهمی مثال که آینده با مثال مناسبت بین تاجیکستان و قرغیزستان جمهوری قرغیزستان وای نشد دو چند یا مثال مشکل‌تر نشد. ولی در این باره رسانه‌های قرغیزستان تا این دم معلومات نشر نکردند. از این پیشتر نیمه ماه ینور جانب تاجیکستان 427 قطاس ساکنان قرغیزستان را که هنگام چرانیدن مرز دو کشور را عبور کرده به طرف تاجیکستان گذشته بودند به صاحبانش برگردانده است. در این باره جانب قرغیزستان رسما اطلاع داده بود. اما مسئولان انتظامی ناحیه جبور رسولوف میگویند آخر سال گذشته یک شهروند قرغیزستان را که در این ناحیه هممرز جانب تاجیکستان عائله‌دار شده و صاحب 2 فرزند بوده است هنگامی برای عیادت آمدن بازداشت کرده و برای عبور غیرقانونی مرز پرونده جنایتی بازنمودند. بعداً طبق مقررات باز به کشورش اخراج گردیده است. مقامات درباره این شخص جزئیات ندادند. حالا مناسبت نه است یگان جای خیلی بین جمهوری قرغیزستان سرحدها بین نیست، فقط رفت و بیا بین مثال شهروندان
چی شهروندانی ما چی شهروندان بیا فقط همین معما است که غیر قانونی یا مثال درآمدگاهی که ما مثال در است دیدبانگاهی که مرزی داریم در دیدبانگاه مدنیت میگو بعد یک مرز دیگر در داریم قرغونچه در همین جا فقط معما میشه طریق راهی اساسی گلانی راه یگان رفت و بیا نیست محکم. چند دهه ناحیه جبار رسولف تاجیکستان با قرغیزستان مرزی مشترک دارند و در سال گذشته شاهد مناقشه نیز گردیده است. در حادثه ماه سپتامبر سال 2022 یک نفر ساکن جبار رسولف و 6 نفر نظامیان این منطقه به هلاکت رسیدند. طاهر قدرتزاده رئیس ناحیه جبار رسولف در این نشست گفت با همتایان قرغیزش رابطه مستقیم دارد و برای حل بحث‌ها سری وقت در تماس می‌شوند. روسیه در سال گذشته به بیش از 173,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه، به 121,000 نفر اجازه اقامت دائمی یا ونژ و به 48,000 کس اجازه اقامت موقتی یا RVP داده است. این شماره به زیاده از 3% اهالی تاجیکستان برابر بوده است. آمار را وزارت کارهای داخلی روسیه در آخر ماه ینور نشر کرد. در پس منظر حمله روسیه به اوکراین و بسیج نیروهای ایلاوگی بر ارتش در عموم میل خارجیان به گرفتن شهروندی روسیه کاهش یافته است. وزارت کارهای داخلی روسیه هم پنهان نمی‌دارند که طلبکاران شناسنامه روسیه در سال 2022 691,000 کس در مقایسه با سال پیش از آن 44,000 مورد کمتر بود. ساکنان تاجیکستان برعکس در مقایسه با سال 2021 70,000 نفر بیشتر شناسنامه روسیه گرفتند. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در 3 ماه اخیر سال گذشته به حساب میانه هر روز 600 نفر. تاجیکستان تصمیم گرفته است که همه ساله حجم واردات اردی گندم را در 3 سال آینده تا 48,000 تن کاهش دهد. به عوض این استحصال اردی وطنی را تا 963,000 تن زیاد نماید. در این باره مسئولین کمیته بخطری عضوقواری هنگام نشست خبری روز 2 فوریه خبر دادند. به اطلاع منبع سال 2022 تولید ارد در تاجیکستان بیش از 800,000 تن را تشکیل داد. کمیته عضوقواری بر این نظر است که چنین حجم گندم و ارد از طلبات اهالی جمهوری زیاد بوده امنیت عضوقواری در این سمت را پوره تامین می‌کند. مسئولین کمیته بخطری عضوقواری میگویند این نوع مواد غذایی برای قانع گرداندن طلبات اهالی تاجیکستان بسنده است. در عموم به اطلاع این کمیته تاجیکستان سال 2022 از خارج اساساً از قزاقستان 918,500 تن گندم خریده است که نسبت به سال گذشته 37,000 تن کمتر بوده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بخوازاده همراه می‌بینیم. در اول فوریه سال 2004 مقامات تاجیک از مذاکرات با موفقیت به عضویت اینترپول پلیس بین المللی پذیرفته شدن تاجیکستان خبر دادند که 5 اکتبر سال 2004 نهایی شد. عضویت در اینترپول دست تاجیکستان را در تعقیب گمانبران فراری در جنایت باز کرد، ولی سالهای اخیر برای سوء استفاده از این نهاد در سرکوب مخالفان سیاسی حکومت انتقاد می شود. سازمان جهانی مهاجرت روز 3 فوریه سال 2005 گفت در زندان‌های دوبای شهر تجارتی امارات متحده عرب بیش از 100 زن تاجیک با اتهام تنفروشی نگهداری می شود. این آمار برای تاجیکستان کشوری که اکثر ساکنانش مسلمان می باشند بی‌سابقه بود. متخصصان سازمان مهاجرت گفتند افزایش حادثه‌های قاچاق انسان، کمبزاعتی خانواده‌ها و وضع ناگوار اقتصادی یک دلیل بالا رفتن حادثه‌های تنفروشی زنان در کشورهای خارجه بوده است. از فوریه سال 2016 بر اساس دستور بانک ملی تاجیکستان پولهای انتقالی که با روبل از روسیه فرستاده میشوند با پول ملی سامانی داده میشوند. مقامات گفتند که این قرار با هدف بالا بردن قرب پول ملی قبول شده است، ولی مهاجران و خانواده‌هایشان از این قرار ناخوشنود شدند چون از عملیات تبادل پول در تاجیکستان درصد معین را از دست میدهند. سال مهاجران از روسیه نه کمتر از 1.5 میلیارد دلار پول را به تاجیکستان ارسال میکنند. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده‌های عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان است. به شما استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهدار.